بزرگان ما فرمایش کنه هر انسانی از جوانی به عبادت به بندگی خدا و تا عادت بده، آغاز زندگی آغاز جوانی با عبادت. 7 گروه مردم در زیر سایه عرش رحمان قرار گرفت. اول بادشاه عادله که میلیون‌ها سال زیر سایه عدالت ای به آرامی زندگی کنه، یه بادشاه زندگی عرش چهره بوشته زیر سایه عرش خدا قرار بگیره. بعد از بادشاه عادل که میلیون‌ها انسان زیر سایه عدالت ای به آرامی زندگی کنه، رسول خدا باشین شاه نشفی عبادت. جوانی که آغاز زندگی به عبادت الله، عبادت خدا دو چیز نامه، یکی اوامرانی سر پایبندی، دومی اجتناب از گناه. یه نه که نماز هم بانی زنا هم بکن، نماز هم بانی بدماشی هم بکن، نماز هم بانی دزدی هم بکن، نماز هم بانی بدچشمی هم بکن، نماز هم بانی محل تعداد شیطانی بکن. الله احکامانی سر پایبندی و اجتناب از گناه و معصیت، ایشی نامه عبادت، ایشی نامه بندگی، ایشی نامه تقوا. خدا نوشته کنه که یکی از بزرگان عادتت هر زمانی که آیه دعای حاجت مشکلی پیش آید گرشو یا جوان عابدی درگیر کشی به من دعا بگو. بزرگی صاحب کتاب نوشته کنه، یه بزرگی وقتی ولی معروف اشعار تا جامعه به عنوان یه ولی، به عنوان یه عابد، به عنوان یه زاهد، اما هر زمان آیه وقتا مشکلی پیش بیه نوجوانان عابد زاهد صالح لوٹن بیا پر من دعا کنه، اور جوان پر من دعا کنه تو آی مشکل گشایی بی، حاجت روایی بی. اور یکی دوست کنه تو یه چی داستانیه؟ شما به عنوان یک ولی در یه شهر لباس زندگی کنه، همه ما اعتقاد به تو داره، من حاجتانی دعا چطور لوٹن تو دعا بگم خدا من مشکل حل بگم و تو رو دعا نوجوانان رنده، همه نوجوانی که دین دارن بشی الله وعده ہے کہ نوجوان دین دار دعا خدا رد نکنه. نوجوانی که به جوانی تائب بی عابد بی، یہ اللہ وعده ہے کہ اسی دعا رد نکنه، یہ مستجاب دعوت ہے. به این خاطر منشان دعا